نمک سنگ. مردم آن را بیشتر برای چاربایشان می‌خرند که مینرالی ضروری برای صحتی گاو و گوسفند و دیگر چاربای خانگی است. پارچه های بزرگی آن را ساکنان دهه دهن سنگ در ناحیه تیمورملیک از کوه کنده می‌آورند. کنار شهرها می‌گذارند و با نرخی ناچیز می‌فروشند. آنهایی که به نمک سنگ احتیاج دارند خریده می‌برند. برای از فروشندشون نمک میگیرن. ما هم نمکمون در همون سرای راه هم میتونیم که سودا کنیم. به قول دانشمندان در این منطقه 5 نوع نمک سنگ وجود دارد. دانشمندان دانشگاه طبی ختلان آن را تشخیص کردند تا ببینند که برای معالجه کدام دردها مفیدند. نمک سرخ شنیده باشید اگر از همون دای نمک همون گفتن که خاصیت شفایی دارد. ما باید بردن آزمایشگاه شهر دوشنبه با تحلیل کردیم، آنالیز کردیم همه طرفا. همیشه معاین گشت که در ترکیب این نمک سرخ و فرقیت از دیگر نمک‌ها کلسی، کلی و سولفور و آهن بسیارتر بوده است با مراتب. حالا در نزد دانشگاه درمانگاه تشکیل کردند که در آنجا با استفاده از نمک سنگ و مینرال ها بیماران دق نفس و دیگر دردها را معالجه میکنند. بسیارتون میدونید که در کوه خوجمومی در بلندی نزد یک مزار بود، یک غار است اونجا. مردم خودشون همجا رفته نفس میکشن، در داخل همون غار میدرن نفس میکشن برای بیماری دق نفس. و همیشه مشاهده میکنن که فایدهش بسیار بلند است. ما همیشه شرایط گیم برای نفس کشیدن نمک در همین درمانگاه خودمون تشکیل کردیم. در منطقه کولاب 3 کوه نمک موجود است. کلانترین یان کوه خواجه مومن در ناحیه‌های واسع و همدانی جایگیر است. کارخانه‌های کارکرد نمک نیز آنجا هست. بیشتر نمک استعمالی استحصال میکنند. نمک سنگ‌های کوه خواجه سرتیز و دهنی نمک را بیشتر برای چاروا میبرند.